نوی ویلز جنوبی استرالیا 3 یولی سال 2022 بر اثر آبخیزی شدید در قسمت شرقی کشور ده ها هزار نفر مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند. زیاده از 100 نفر آدمان نجات یافتند. در جنگل درز در طول 30 سال آخر بلندترین مقدار بارشات را از سر گذرانید. در بسیار ریان‌های اولای نوی جنوبی مقدار بارشات به 350 میلیمتر رسید و این قریب نصف بارشات میانه سالانه در سیدنی می باشد. در نتیجه آبخیزی دریاها بسیار کوپرک‌ها بسته، حرکت نقلیات ویران شد. آبخیزی شدید، آبخیزی دریا، اروزی ساحلی. این یک ضربه بزرگ است و دل ما را خیلی وزنی می کند. آب برای ما خیلی تیز بود. این سیل خیلی زود پیدا شد. در یک چند ساعت شنیده می شد چه خیلی از بالای کپی غران کرده آن می شتابید. این دهشتناک بود. با مصاحبه دعوت میکنیم شاهدان فلاکت اقلیمی را، اینچنین هر کسی که در این باره میداند با ما تماس گیرید و تعریف خود را نقل کنید که تا تمام جهان حقیقت را بداند. اشتراک هر یک شخص مهم است.